درود و وقت بخیر. شهرام همایونفر هستم با تحلیل دیگر از سوالات شیمی کنکور به همراه دوست و همکار عزیزم جناب آقای محمد مشمولی با افتخار در خدمت شما داوطلبان سخت‌کوش کنکور هستیم. شهرام جان، در این برنامه با بررسی موشکافانه و تحلیل کنکور تجربی 1400 در خدمت بچه‌ها خواهیم بود. بریم سراغ اولین سوال. بله، خواهش می‌کنم. خب در اولین تست گفته که اگر 16 گرم از عنصر آ با 7 گرم از عنصر X واکنش کامل داده و ترکیب AX را تشکیل دهد و 12 گرم از عنصر Z با 2.8 گرم از عنصر X واکنش کامل داده و ترکیب XZ3 را به وجود آورد، جرم مولی در واقع شهرام اینو یک دسته برگردونم. بله، خب جرم مولی X چند برابر جرم مولی Z و جرم مولی ZX3 برابر چند گرم است؟ خب محمد، سوال به نظر من ساده، فقط این واکنش کامل من میخوام توضیح بدم چون مقادیر رو به حسب گرم داده. بله. این منظور ما اینه که آقا اون 16 گرم عنصر آ با 7 گرم عنصر X به طور کامل وارد واکنش میشه و هم تموم میشن. پس شما میتونی از روی مقادیر اینها استفاده بکنی و اون جرم مولی مجهول تا که مال X هست رو به دست بیاری. نگاه کن محمد، اومدیم اینجا یک کسر جرم برای ماده آ نوشتیم. بله. که جرمش ارزم به حضور شما 16 گرمه. جرم مولی آ هم داخل پرانتز گفته 128. حالا محمد اینورم ما یک کسر جرم برای X داریم. بله. چرا؟ چون گرم ماده X رو داریم. گرم درسته؟ ماده X. بله، دقیقاً با توجه به این کسرایی که هست، کسر جرم به جرم مولی گرم ماده X رو داده، پس با این تفاضل این کسر رو باید چون ترکیب مورد نظرم AX یعنی نسبت استوکیومتری AX 1:1. بنابراین توی مخرج دوتاش ضریب استوکیومتری ما 1 میشه. مقدار ماده X 7، جرم مولیش هم نمیدونیم. از اینجا مقدار ماده X میشه 56. محمد یه نکته هم در مورد ساده کردن این بگم. بله. آقا 16 2 برابر 32، 2 برابر 32 64. 2 برابر 64 هم میشه چقدر؟ میشه 128. یعنی شما به راحتی میتونید این موضوع با درک این که 16 و 128 با هم دیگه به راحتی قابل تقسیم هستن، مقدار ماده جرم مولی ماده X رو به دست بیارید. سمت دیگه چی داریم محمد؟ یک کسر جرم برای X نوشتیم و یک کسر جرم برای در واقع Z نوشتیم. درست میگم؟ بله. چون برای 12 گرم از ماده Z را گفته. درسته؟ بله. و شهرام یه چیزی که هست من فکر میکنم یادم رفته، چون این کسر برای Z هست باید ضریب استوکیومتری Z3 را اینجا می نوشتیم که خواستم بگم که در واقع یادآوری بشه. و از نظر محاسبات 28 با 56 2 برابره دیگه. درسته؟ این دو این انگار اینجا هست 1/20. دقیقاً. و 12 با 3 هم میشه 4، یعنی 12 که با یه 3 اینجا داریم باش میشه 4 و 4 ضرب در 20 میشه 80. پس یه امزه دوستان توجه کنید اینو الان بگیم. بله، دوستانی که بعضا پس فردا یک تیکه از این ویدیو رو میبرن اینو به عنوان برای صوتی در نظر میگیرن، ما این توضیح اینجا بدیم که آقا MZ بغلش ضرب در 3 داره، چون تو محاسبه MZ که 80 به دست اومده اگر 3 نبود باید 240 به دست میومد. ولی خب معلومه که این تو محاسبات اعمال شده، فقط متاسفانه نوشته نشده. خب بعد محمد گفته جرم مولی X چند برابر جرم مولی Z. آقا X رو به دست آوردیم 56، Z هم 80. 56 بر روی 80 جفتشون برای 8 بخش وزیر میشه چقدر؟ میشه 7. و در قسمت بعدی گفته که و جرم مولی XZ3 برابر چند گرم است، یعنی این ترکیب. پس X ما شد 56، Z 80 ضرب در 3 میشه جمعش 296. پس گزینه ارزم به حضور شما 2 جواب درست میشه. درسته؟ بله. بریم 237. 237. بله. در یون فلزیه M دوباره مثبت با عدد جرمی 65 تفاوت شمار پروتون ها و نوترون ها برابر 7 است. یعنی NMN های P برابر 7. ما تو اینجور مسائل میگیم آقا چون نوترون ها به غیر از یکی دو تا ایزوتوپ همواره بیشتر از پروتون هاست، پس NMN های P می‌نویسیم یا NMN های Z می‌نویسیم. از طرفی هم محمد N به علاوه P یا N به علاوه Z هم اونجا داریم که برابر 65 عدد جرمی است. با آگاهی از این موضوع بریم سراغ مواردمون. گفته کدام موارد از مطالب زیر درباره عنصر M درست است؟ مورد اول محمد اتم آن دارای 8 الکترون با عدد کوانتومی L مساوی 0 است.
شرم یه اصطلاحی داری میگی اینا سرکشن کروم و CU. بله. در واقع از قوانین اصل آفتاب پیروی نمی‌کنن و این 4s1 3d10 پس نمیتونه 8 تا الکترون با تصوری که روی انگشتان دست داریم نمیتونه 8 تا الکترون در L مساوی 0 خودش داشته باشه. محمد یه راست رفت سراغ چیزی که مسئله از ما میخواد، ولی من میخوام قبلش محمد این نکته رو توضیح بدم که آقا n من های z مساوی 7 شده، n به علاوه z هم 65 میشه. دستگاه دو معادله دو مجهولیه. از اینجا باید تعیین کنی که چه نوع عنصری داری. وقتی که این دستگاه دو معادله دو مجهولی حل کردی، z ما میشه 29 مال مس که یکی از عناصر سرکش از اصل آفتاب به همراه کروم. وقتی z 29 باشه، چون 65 عدد جرمیه، 65 منهای 29 هم میشه 36. حالا مورد اول عذرخواهی میکنم، اتم آن دارای 8 الکترون با عدد کوانتومی L مساوی 0. محمد گفتی سرکش دیگه، درسته؟ بله. 29 میشه 4s1 3d10. دقیقاً از این چیزی که بچا دارم میبینم. ببین انگشت اول، بیار محمد دستتو بهم قرض بده. بله. ببین انگشت اول 1s2، دوم 2s2، سوم دوره سوم 3s2، چهارم چون سرکش از اصل آفتاب میشه 4s1. پس دو تا با این یه دونه میشه 7 تا. این گفته چقدر؟ 8. چون المنت مساوی 0 ما رو زیرلایه S. درسته؟ بله. مورد ب گفته عنصری از گروه 11. بله. 2 به علاوه 9 میشه 11. یه نکته دوباره اینو من هر سری تکرار میکنم توی ویدیو ها. بله. آقا توی دوره 4 از گروه 2 تا گروه ارزم بزرگ شما 11 شما رقم یکان و دهکان عدد اتمی رو جمع کنی، شماره گروه به دست میاد. این چون 29 2 به علاوه 9 میشه 11 که خب درسته. دوره 4 هم بله، چون 29 روی انگشت 4 محمد میگیم آقا 2 10 18 36، یعنی دوره 4 از 19 زد مساوی 19 شروع میشه تا زد مساوی 36. پس 29 تو این بازه قرار داره، درسته محمد؟ بله کاملا اینطوریه. خب مورد پ گفته شمار الکترون‌های دارای L مساوی 1 در اتم آن 1/2 برابر شمار الکترون‌های دارای L مساوی 2 است. L مساوی کدوم زیرلایه است محمد؟ شرم زیرلایه پی رو داره صحبت میکنه که اینجا در واقع آقا دوره اول پی نداریم، ما 1 پیشیش نداریم، 2 پیشیش رو اینجا داریم، 3 پیشیش رو اینجا داریم دیگه. مس آخرش به 3d10 و 4s1 ختم میشه. 4 پی نداره. پس 2 پیشیش 3 پیشیش 6 و 6 میشه 12 تا. بله. پس L مساوی 1 زیرلایه پی 12 تا الکترون داره. برابر شما 1 و 2 هم برابر شمار الکترون های دارای L مساوی 2 است. L مساوی 2 کدوم زیرلایه است محمد؟ شرم همون 3d10 که اشاره کردی در واقع 10 تا الکترون با L مساوی 2 رو به ما نشون میده که اینجا هم بچه‌ها میبینن. خب یعنی L مساوی 2 زیرلایه D رو نشون میده که D هم کلا 10 تا الکترون داره. پس 12 بر روی 10 میشه 1 و 2. بله. مورد بعدیش هم گفته شمار الکترون‌های آخرین لایه اشغال شده اتم آن با شمار الکترون‌های آخرین لایه اشغال شده اتم X25 برابر است. آخرین لایه اشغال شده این 4s1. منگنز 25 4s2. پس غلط. درسته. با این تفاصیل شرم میشه مورد ب و پ که گزینه 3 هست. یه نکته محمد قبل از اینکه بزنیم سوال بعدی، بله شما وقتی فهمیدی آ غلطه، پس جواب شما یا گزینه 3 یا گزینه 4. درسته؟ بله. ب تو جفتشون مشترکه، پس نیازی نیست ب رو بررسی کنی. درسته؟ بله. بپر بیا سراغ پ رو که فهمیدی درسته دیگه جواب گزینه 3 دیگه. نیازی نیست ترم بررسی کنی. عالی بود و بسیار بجا. بریم سراغ تست بعدی 238. ما یک درمیان این جدول اینجوری برای نامگذاری داریم محمد؟ داریم در این آزمون یا کلا توی سوالای کنکور نظام جدید؟ چون نامگذاری یکی از اهداف کتاب درسیه، نامگذاری ترکیب‌های شیمیایی. هم توی آخر فصل 1 آوردنش 1/10، هم توی فصل 2 یه جورایی مطرحش کردن که ترکیبات مولکولی و یونی رو مطرح کردن که اینایی که چند ظرفیتی هستن. هم توی فصل 3 چند اتمی‌ها رو آنیون کاتیون چند اتمی رو مطرح کردن. بنابراین چون یکی از اهداف آموزش کتابه، بنابراین توی سوالای کنکور معمولا خیلی پرتکرار هست. بله. گفته در کدام ردیف‌های جدول زیر نام شیمیایی ترکیبات درست نوشته شده است؟ خب محمد میدونیم که مس کاتیون یک بار مثبت داره، دو بار مثبت داره. اکسیژن هم گروه 16 دو بار منفیه. بله. پس مس لابد 2 بوده که دوش با 2 اکسیژن ساده شده. پس میشه چون چند ظرفیتیه، برای چند ظرفیتی باید از اعداد رومی استفاده کنیم. میشه مس 2 اکسید، نه مس 1 اکسید. بله. NO2 درسته محمد، درسته؟ بله NO2 درسته و Na3N هم سدیم نیتریت هست که درسته.
ردیف دوم محمد این یادته قبلا تو کیسه های هوای خودرو یه NaN3 داشتیم، یه خب آنیون آزید، آنیون چند اتمی آزید، N3 اندیس 3 یک بار منفی بود، درسته؟ که میشد چی؟ سدیم آزید، که خب تو کتاب‌های نظام جدید این موضوع مطرح نشد. بله. خب شهرام ردیف دو نظرتون چیه؟ آقا پس ردیف اول غلط شد، بریم ردیف دوم. آقا لیتیوم دارن با کربنات، لیتیوم کربنات ترکیب یونی هست. کربن دیسولفید، اوکی درسته محمد. بله. کلسیم سولفات، اینم درسته. خب PCl5 تو ردیف سوم محمد. چرا ترکیب مولکولیه، ما در ترکیبای مولکولی از پیشوندهای یونانی استفاده می‌کنیم، دیگه رومی استفاده نمی‌کنیم. شاید مثلا عدد اکسایش هاشون رو با رومی نشون بدیم، ولی تو نامگذاریشون از اعداد یونانی استفاده میکنیم، چون یه دونه فسفر در ابتدا باشه مونو رو نمیاریم و بعد میگیم پنتاکلورید. پس فسفر پنتاکلورید، دیگه نمیگیم مونوفسفر. مونو اگر برای عنصر سمت چپ باشه استفاده نمیشه. خب مورد بعدی کروم F2 هست که چون ترکیب یونی است که توی ترکیبای یونی هم از لفظ یونانی نباید استفاده کرد. مونو دی تری اینا. ما اینجا باید عدد اکسایش کروم رو به دست بیاریم که کروم دوباره مثبته، پس میشه چی؟ کروم 2 ارزم به حضور شما فلورید. یعنی دی نیست دیگه، دی برای ترکیبات مولکولیه. این فلز داری نافلز داری. اون یکی هم منگنز آقا لابد دوباره مثبت بوده که اکسیژن دوباره منفی و در واقع کاملا خنثی شده، نسبتشون شده 1 به 1. درسته؟ میشه منگنز 2 اکسید. چندم ردیف 4 SiO2 رو میبینم، سیلیسیوم دی اکسید، که با توجه به اینکه شبه فلزها رفتار شیمیایی مشابه نافلزها دارن، در نامگذاریشون هم از این به قول معروف میتونن استفاده کنن. سیلیسیوم دی اکسید محمد یه جامد کوآلانسی هم هست. بله. مثل کربن، مثل کربن الماس، کربن گرافیت. کاملا طوریه. و اون یکی BaI2 هست که باریوم یودید گفت. فلز نافلز، بله درسته. و در واقع CO بزرگ Cl2، اوی کوچیک بود چه اتفاقی میفته؟ اوی کوچیک بود باید میگفتی کوبالت 2 کلورید. دقیقاً. CO بزرگ جالب، اینم مطرح کردم محمد، کربن کلورید رو آوردن دادن توی این چیز به فرم فرمالدهید. یعنی یه جوری مشابه فرمالدهیده، به جای 2 تا از هیدروژن‌ها در واقع کلور قرار گرفته. 2 تا بازوهاش به جای اینجا بیام 2 تا بازوهاش به جای هیدروژن کلور گرفته، کربونیل. خب مورد اول و مورد سوم غلط شدن، پس جواب گفتی درست است. مورد دوم و چهارم میشه و جواب گزینه 4 میشه. گزینه 4 میشه. بله. 239 شهرام جان. 2/7 جرم اکسید X2O3 رو اکسیژن تشکیل میدهد. بله. اوکی. این قشنگ. جرم اتمی عنصر H چند AMU است یا چند امو است؟ بعضی از همکارا میگن چند امو است. یاد کنیم از این بزرگوارا. خب X2O3 آقا 2/3 جرمشو چی تشکیل میده؟ اکسیژن تشکیل میده. پس آقا توی اینجا من 3 تا اکسیژن دارم. جرم مولی اکسیژن هم 16 3 ضرب در 16 بر روی جرم کلش 2x به علاوه 3 ضرب در 16. چون برای اکسیژنه نسبت به اکسیژن نوشتیم 3 ضرب در 16 کرد. این برابر 2/7. یه طرف این وسط این کنیم مقدار x ما به دست میاد 60. پس عنصر مورد نظر جرم اتمیش یا به عبارت عدد جرمش یا جرم مولیش میشه 60. درسته؟ چون از لحاظ مقدار عددی برابرن، حالا سوای اون واحد یونیتی که دارن. و در صورتی که تفاوت شمار پروتون ها و نوترون های اتم آن برابر 6 باشد محمد، دوباره همون بحث NMN های P. بله. N به علاوه Z هم که به دست آوردیم شد 60. خب عنصر X در کدام دوره جدول جای دارد؟ شهرام چیزی که در واقع ملموسه، به قول خودت در اول یه نکته ای که اشاره کنم، اولش این نسبت جرم اکسید به کل ترکیب رو گفته 2/7. درسته؟ چون یه جایی بود شما 2/3 که اشاره کردین نسبت فکر کنم اندیسا مد نظرتون بود. درسته؟ اندیسا. اوکی. بعد با این تفاسیر n منهای z 6 n به علاوه z 60، چرا که جرم اتمی با عدد جرمی تقریبا برابر است. اونجا هم داخل پرانتز این نکته رو ذکر کرده.
بله و دستگاه دو معادله دو مجهولی شد. بله من باید زد رو تعیین کنم که جایگاهش رو بدونم دیگه، درسته؟ بله. چرا من در این موارد برای افزایش سرعت بچه‌ها میگم، برای اینو سریع میبینن زدها رو میزنم، میگم بالایی رو به منفی ضرب کن که انها رو بزن، چون دنبال زدی نه ان. آفرین. این دیگه لازم نیست دوباره چون منفی زد با مثبت زد رو جمع کنی، صفر بشه ان رو به دست بیاری بعد دوباره بیای از روی ان زد رو تعیین کنی. همون بار اول یه منفی ضرب میکنی، داستانش سریعتر تکلیفش مشخص شه. حالا که مثلا زد 27 با شبیه سازی که روی انگشتا داریم، آقا دورش خواسته. ببین 2 10 18 اینجا 36 پس 36 باشه 27 از 18 بزرگتره، یعنی بین 19 روی انگشت چهارم دوره چهارم، بین 19 پتاسیم 19 و ارزم به حضور شما کریپتون 36 از دوره شما شد چهارم. بله خب 27 هم هست، 2 به علاوه 7 میشه 9 هرچند گروهشو نخواستن. دقیقاً. و من برای اینکه بچه‌ها در واقع اینو هم ببینم بریم سراغ تست بعدی که اینو تو ذهنشون باید داشته باشن که خیلی سریع این تست رو حل کنن. گزینه‌شو انتخاب کنیم محمد. پس شد 64م، درسته؟ گزینه 1 میشه 240. خب بفرمایید. این سوال متفاوت و خوبی بود محمد. چون یه نکته داره میخوام الان حین صحبتات با اجازه اجازه بگیرم یه توضیح در موردش بدم. خواهش میکنم. با توجه به داده‌های جدول زیر که به عنصرهای دوره چهارمه، ببین توجه کن دوره چهارم جدول تناوبی مربوط است. کدام مطلب درست است؟ خب ما باید اول محمد تو اینجور تیپ سوالا سریع می‌بینیم که عنصر ما کجاست. درسته؟ بله. عدد اتمیش رو سعی کنیم تعیین کنیم. درسته. ببین چون اینجا پایین نیازش داره. مورد اول گفته عدد جرمی عنصر آ برابر 52 است. اصلا باید عنصر آ رو تعیین کنم. یعنی عدد اتمیاشون رو درک کنیم. خب محمد اینجا این ردیف دوم یا سوم به عبارتی نسبت شماره الکترون‌های ظرفیت این خیلی کلیدیه. متوجهی؟ آره. این خیلی کلیدیه. به شماره الکترون‌های لایه اول الکترونی اتم، چون شماره الکترون‌های لایه اول الکترونی هر کدوم از این اتم‌ها که اینقدر نسبت لایه ظرفیتشون به لایه اولشون اینقدر بالاست، حتما بیشتر از دو تا یعنی دو تا الکترونشون کاملا پره. درسته؟ پس وقتی که نسبت شده 3 معلومه چند تقسیم بر 2 میشه 3. یعنی در واقع اونجایی که باید اتک رو بزنیم و شروع کنیم تستو، همین قسمتی است که شهرام اشاره کرد. یعنی همشون در لایه اولشون 2 الکترون رو دارن و این قسمت رو به نظرم از نزدیکی کار کنیم بهتره. در واقع این قسمتی که میگه 3 متوجه میشیم در مورد آ اینجا لابد 6 بوده. درسته. و در مورد دی لابد 7 بوده. ببین یه نکته من اینو بگم محمد قبل از اینکه بریم سراغ دی ببخشید. بله. آقا میگیم 6 تا بوده دیگه. بله. پس لایه ظرفیت 6 تا الکترون داشته. نه دیگه آقا گروه 16 میشه. چون بالا گفته دوره چهارم جدول تناوبی. پس گروه 16 نیست. تکلیف منو مشخص کرده. از دوره چهارم باشه 6 تا الکترون ظرفیت داشته باشه قطعاً کرومه 24 درست 4 اس 1 5. چرا یه چیزی هم که از پایین اشاره کرده این واسطه باید باشه، نباید بری رو گروه 16 هم در واقع دور بزنی. خیلی جالبه با عنصرهای دوره چهارم جدول تناوبی. آره اینو حتما باید ازی. من فکر کردم گفته دوره چهارم واسطه دوره چهارم. واسطه دوره چهارم. در پایین نوع عنصر مشخص. آره. یعنی هر دیتایی یه اطلاعاتی به ما میده. آره واقعا. که بلد باشیم از کجا شروع کنیم و چه شکلی اینو به هم ارتباط بدیم. چرا بریم در مورد دی نظرت چیه؟ آقا دی 3.5 شده. چند تقسیم بر 2 میشه 3.5؟ 7. پس میشه چی؟ 4 اس 2 3 دی 5. 3 دی 5. یعنی عدد اتمی من چنده؟ 27. چرا با هم ببینیم اینجا در مورد دی گفته چی؟ اصلی. پس وقتی که 7 باشه مال گروه 17 منظورش برومه. اگر واسطه بود میشد چی؟ میشد کوبالت. دقیقاً. نوع عنصر اصلیه. چقدر باهوشانه این سوالو داره. آره هوشمنده این سوال. خب در مورد ای گفته 2. پس اینجا 4 اس 2 ببینم کی؟ 3 2. یعنی در واقع تیتانیومه. چند تقسیم بر 2 میشه 2 4 تا. چون واسطه است میشه تیتانیوم 22 4 تا الکترون ظرفیت داره. یه نکته هم بگم. آقا توی عنصرهای اصلی میگی تعداد الکترون ظرفیت من برابر با چیه؟ رقم یکان شماره گروه. توی واسطه ها به غیر از گروه 10 و 11 همینه. درسته؟ حالا ما این آرایش الکترونیان رو می‌نویسیم توی واسطه ها میگیم آقا اس آخر و چی؟ در واقع با دی هاشون دی ها اس آخر و دی ما قبل آخر. دی ما قبل آخر هم خب که اینجا همشون نشون داده. بله. چرا این آخریه که هست ظاهرا در مورد ام،
که چون گفته 1.5 میشه 4s2 و چون گفته اصلی 4p1. درست میگم؟ 4s و 4p1 منظورش گالیوم. آره. خب حالا بریم موارد رو از نزدیک بازرسد کنیم. عدد جرمی عنصرها برابر 52 است. خب کروم 24 عدد اتمیشه. بله. عدد جرمی یعنی 24 به علاوه نوترون هاش که داده دیگه اینجا 28. 24 به علاوه 28 میشه چقدر؟ 52. پس درست. این قسمتش میان عنصرهای E و M. E چی شد؟ تیتانیوم 22. M چی شد؟ گالیوم 31. بله. میان اینها ارزم بود در جدول تناوبی 8 عنصر فلزی جای داره. نگفته اختلافشون چقدر را، گفته محمد میانشون. یعنی چی؟ یعنی 31 منهای M چی کدوم شد؟ 22 تیتانیوم 31 منهای 22 منهای 1 چون گفته میانشون. اون منهای 1 رو به خاطر انجام بده. ببین 23 24 25 26 27 28 29 30 بینشون این 8 عنصر میشه. بله اوکی دیگه نباید رو انگشت بشماریم دیگه، ما اون منهای 1 رو میگیم که اینو شما متوجهش بشید. خب شرم گفته آ و ام در ترکیب‌های خود دو رو جا گذاشتیم. بله این شرم برای من به رفتار تبدیل شده، یکی رو رد می‌کنه. آره نه ایشون بحث می‌کنیم مثلا یادش میره وسطش. شعاع اتمی عنصر ای از عنصر ام بزرگتر، ببینید ای از ام بزرگتره. ای چیه؟ ای تیتانیومه. ام هم گالیومه. ام هم گالیوم. آقا توی یک دوره از چپ به راست داری حرکت می‌کنی شعاع اتمی کاهش پیدا می‌کنه. روا نبوده برای طراح شما در مورد واسطه ها اینو مطرح کنید. آره دقیقاً در مورد واسطه این روند لزوما صدق نمی‌کنه. و پس شعاع اتمی عنصر ای از ام بزرگتر تا اینجا درسته. اوکی. و تفاوت شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها در اتم عنصر دی برابر 12 است. آقا بروم 35 درسته؟ بله 35. نوترونش چقدره؟ بیا 35 مال کدوم عنصر دی؟ دی 45 منهای 35 میشه 10. این هم گفته چند؟ 12. خب غلطی دیگه. غلط. خب آ و ام در ترکیب‌های خود به صورت کاتیون 3 مثبت وجود داره. کروم 3 بار مثبت دارم، 2 بار مثبت دارم. ام تیتانیوم 2 بار مثبت دارم و این اسخای می‌کنم گالیومه. گالیوم گروه 13 3 بار مثبت بله میتونه باشه. و گفته که عنصر دی با هیدروژن در دمای اتاق واکنش میدهد. یعنی اینو از جدول یه جدولی هست توی فصل که شیمی 2 واکنش پذیری هالوژن ها رو اومده با هیدروژن مورد مقایسه کرده. گفته با فلور تو دمای -200 هم به سرعت واکنش میده. کلور تو دمای اتاق به آرامی واکنش میده. دقیقاً. بروم باید تو دمای چی 200 درجه وارد واکنش بشه. یود هم تو دمای 400 درجه. درسته. پس این دمای اتاق نباید واکنش بده. چرا میگم چقدر پرملات آورده گزینه‌ها. خیلی اصلا از هر دری سخنی که میگن همین دوست. خب گفته آرایش الکترونی اتم عنصر آ از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند. کروم 24 بله. همون سرکش. شمار الکترون‌ها با L مساوی 2 در اتم عناصر دی و ای برابر است. L مساوی 2 زیر لایه دیه. درسته؟ دی کدوم عنصر؟ برومه. بروم 10 تاش پره، 3D10 رو داره. 3D10 رو پر کرده که رسیده به 4p5 گروه 17. اون یکی چی بود؟ تیتانیوم نمیتونه. نه دیگه تیتانیوم 3D2 2 10 برابر نیست. پس چند تا شد؟ کدوم مورد درست شد؟ همون مورد اول تکلیف مشخص می‌کرد. بسیار درست باشه خب دیگه لازم نیست شما وقتی تو گزینه‌های بعدی بذارید، ولی خب چون تحلیل ما اینا براتون انجام دادیم. بسیار اول کارم از خسته نشدید. ممکنه با آخر ویدیو برسیم دیگه بچه‌ها این پایین نوشتیم براتون خودتون. من یه کلیاتشون رو نگاه کردم که شرم تو چیزام چند وقت پیش که نوشته بودم حضور ذهن داشتیم. سوالای آخر یه مقدار آسان‌تر هست ولی سوالای اول بعضیاشون این ویژگی رو دارن که حجیمن. 241 گفته کدام موارد زیر درباره خانواده هالوژن ها در جدول تناوبی درست است؟ الف در واکنش با فلزهای قلیایی ترکیبای یونی تشکیل میدن. آقا نافلز، فلز قلیایی، نافلزهای واکنش پذیر هالوژن و فلزهای قلیایی. بله. اصلا یکی از دلایلی که میان واکنش پذیری ارزم به حضور شما هالوژن ها رو با هیدروژن وارد واکنش بررسی میکنن نه با فلزهای قلیایی، به خاطر اینکه هالوژن با فلز قلیایی به خوبی واکنش میده. لذا اومدن با هیدروژن بررسی کردن که تو دمای منهای 200 تا مثبت 400 این واکنش پذیری ها متفاوته. چرا یکی هم ما قبلا در نظام قدیم اشاره شده بود هالوژن یعنی نمکساز با فلزهای گروه 1 و 2 و در واقع اینا نمک میسازن دیگه. میتونن بسازن. شیر مادر و نان پدر حلاله. به جا بود اینجا.
بعدی گفته همه آنها با اکسیژن اکسیدهایی با عددهای اکسایش بزرگتر از 0 تشکیل میدن. فلور چی پس محمد؟ فلور گنگش خیلی بالاست بچه‌ها. فلور قلدر نافلزاست. ببین همه چی اکسیژن برای همه چی رقابت رو میبره. خب به الکترون های پیوندی اکسیژن دست بالا رو داره، ولی به فلور که میرسه باید اینجوری نگاه دست بالا رو فلور داره. پس نگاه کن اینجا عدد اکسایش حساب کنی، خب در OF2 فلور میاد -1 در حالی که اکسیژن در اینجا به قول معروف مجبور کوتاه بیاد و میشه مثبت 2. البته همه آنها، یعنی همه هالوژن ها با اکسیژن اکسیدهایی با عدد اکسایش بزرگتر از 0. یعنی فلور کوچکتر از 0. فلور کوچکتر از 0 در حالی که بقیه‌شون بزرگتر از 0. در جدل با اکسیژن اصلا از روی الکترونگاتیوی بود. اگر مقادیر الکترونگاتیوی اجازه داشتیم که بگیم و الکترونگاتیوی بچه‌ها میدونستن که چیه، خیلی درک این قسمت راحت‌تر. چرا متأسفانه یه جایی بود محمد این الکترونگاتیوی هر جا با این دوربین صحبت کنیم بگیم ما هر جا می‌خواستیم توضیح بدیم، یعنی برای اینکه قانع کننده باشه استناد می‌کردیم به این الکترونگاتیویه. خب چون الکترونگاتیو واقعا چیزی بود که هم فهمش خیلی راحت بود و هم در واقع جان کلامو میرسون محمد. ولی خب ما رو در آن دست بسته باید بگیم خصلت نافلزی این بیشتره، خصلت نافلزی این کمتره. به نظرم یکی از مهمترین قراردادهایی که در دانش شیمی بنا نهادن به صورت قراردادی، چون همه چی نسبیه در عالم، به نظر من همه چی نسبیه، این مقیاس پاولینگ بود که برای الکترونگاتیوی داده شده. واقعا. و نمیدونم با چه اصلا انگار هیچ مقیاسی نیست که الان دیگه بگیم بر این اساس، فقط میگیم فکر کنم در اصل ماها تو ذهنمون با الکترونگاتیوی داریم جواب میدیم، ولی نمیدونم دانش آموز چه شکلی میخواد اینو این شکلی متوجه بشه. نمیدونم. فقط باید بگیم که آقا از چپ به راست خصلت نافلزی زیاد میشه، از بالا به پایین کم بشه. همه چی نسبت به این موضوع باید بسنجن. آره و جدا از این وقتی که لزوما از چپ به راست بالا و پایین سوالو نمیدن، خب یه راهکاری باید داشته باشیم. این همون مقیاس پاولینگه که اصلا چرا حذف کردن. آره میگم دست بس همکارای ما رو واقعا تو این زمینه و ماها رو یه جورایی توی دردسر انداختن. ان شاءالله که خیر که نیست. گفته که مجموع عددهای کوانتومی n به علاوه l الکترون‌های لایه ظرفیت سومین عضو آن برابر 23 است. آقا سومین عضو خانواده هالوژن‌ها فلور، کلور، بروم. درسته؟ بله. آخرین لایه ظرفیت یعنی 4s2 و 4p5. نه بگی 4s2 3d10 4p5. نه. بعد اینکه الکترون گرفتن بر حسب n بزرگ مرتب میشن. اونی که n بزرگه آخرتر از هسته دورتره. پس 4s2 و 4p5. آقا 4s2 چند تا الکترون داره محمد؟ 2 تا. 2 تا بله. پس 2 تا الکترون داره. 2 ضرب داره. n من چقدره؟ 4. s من چقدره؟ لش 0. پس 4 به علاوه 0 ضرب در 2 تعداد الکترون ها. دقیقاً میشه 8. اونجا هم 4p5. 5 تا الکترون دارم. 5 ضرب در n من 4 p منم l منم برای p 1. پس 4 به علاوه 1 میشه 5. 5 ضرب در 5 میشه 25. 25 به علاوه 8 میشه عالی. زیاد گفتم. نه 25 به علاوه 8 میشه 33. 33 آره درست. عالی بود. خیلی گفته مانند عنصرهای گروه یک جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی واکنش پذیری آنها افزایش می‌یابد. فعالیت شیمیایی واکنش پذیری توی فلزها، نافلزها و عکس هم از بالا به پایین توی فلزها زیاد میشه، توی نافلزها از بالا به پایین کم میشه. اصلا طبیعت نامگذاری اینا تمایل برای گرفتن الکترون و از دست دادن الکترون باید هم همیشه مفهوم واکنش پذیری توشون منظورتونه محمد؟ مفهوم واکنش پذیری توشون متفاوت. یعنی یه جورایی برعکس هم. آره اینم از اونایی بود که خیلی گلچینش راحت بود. درسته، یعنی گزینه 2 4 از دور خارجن. شما کافیه دیگه ترانه میخواد بررسی کنی، کافیه ب رو بررسی کنی. ب رو بررسی کردی دیگه جوابش به دست میاد. یعنی جواب گزینه آ و پ گزینه 1 میشه. خب چرا این تست خوبی به نظر میرسه. آره این یکی از سوالای خوب کنکور تجربی 1400 بود. من صورت سوالو میخونم محمد. بله. 11.2 لیتر مخروج از گازهای اتان آلکان، اتن آلکن و اتین آلکین در شرایط استیپی. آقا پس مول من مشخص شد محمد. 11 و 2 تقسیم بر 22.4 میشه چقدر؟ مول کل گازهای من میشه نیم. نوشتیم اونجا. بسیار عالی. خب در شرایط استیپی با 15 صدم مول گاز هیدروژن به طور کامل وارد واکنش میشود. محمد اینا همشون با هیدروژن واکنش میدن؟
چرا در واقع اتان که چه شکلی میخواد و سیر شده است؟ سیر شده است، اصلا میل نداره بخوره. کجا جا کنه هیدروژن ها؟ در حالی که اتن و اتین سیر نشدن میتونن با هیدروژن وارد واکنش بشن و فرآورده‌های سیر شده تشکیل میدن، یعنی همشون با این هیدروژن وارد واکنش میشن، مولکول‌هاش و سیر شده میشن. اگر شمار مول‌های اتن و اتین در این مخلوط با هم برابر باشد، چند درصد از مول‌های مخلوط اولیه رو گاز اتان تشکیل میدن؟ چرا سوال قشنگی بود و یه جایی که اشاره کردی، یعنی شما با توجه به اون کسرایی که داریم که دیگه نیازی نیست اینجا بیارم، کسر حجم و حجم مولی رو آوردی گفتی که مول هیدروکربنایی که هست، یعنی اتان، اتن و اتین یک نیم موله. من میخوام سریع به جواب برسم. یه جایی لاجرم باید بنویسیم برای اینکه داوطلب متوجه بشه، ولی اینجا که توضیح دادنش راحت تر بود برای بچه‌ها میتونیم اینطوری انتقال بدیم که آقا شما باید از این در وارد بشید. حالا اومدیم گفتیم که اتن واکنش میده با یه H2 و اتین واکنش میده با 2 H2. از لحاظ موازنه و ضریب استویکیومتری داریم میگیم محمد، درسته؟ و اگر من مقدار اولیه اتن و که برابر است با اتین X فرض کنم، این یکی هم X. چون خودش گفته شمار مول‌های اتین و اتین یعنی مخلوط برابر، پس اون X باشه این هم X میشه. ولی در مورد H2 که اینجا مصرف میشه 2X، چون ضریب استویکیومتریش 2، بالا ضریب H2 1، چون ضریب استویکیومتری H2 توی واکنش بالا 1. حالا میتونم بگم که اگر 2X به علاوه X کنم، خود یعنی صورت سوال گفته 15 صدم موله. 15 صدم اصلا اتن که باش H2 وارد واکنش نمیشه، پس اون 15 صدم همش با اتن و اتین وارد واکنش میشه و این میشه در واقع X من 500 مول. X کل X های من یه دونه X یه مولش برای اتن و 2 مولش که میشه 2X برای اتین، جمعش میشه چقدر؟ 15 صدم. راحت میشه مقدار X رو به دست آورد که شده 5 صدم. درسته؟ دقیقاً. شرام حالا از اینجا ما میتونیم بگیم اگر X من 500 موله و کل مول اولیه من هم نیمه، درسته؟ بله. از این 2 برابر 500 میشه مجموع اتن و اتین. مجموع کل مول من نیمه، اتن و اتین من. خب X تاش برای اتن، X تاش هم برای اتینه، پس من X رو به دست آوردم. 2 تا X من یعنی 2 تا 500 من کم بشه از اون مقدار اولیه، میشه اتن اولیه. درسته؟ بله. مول اتن اولیه. حالا با این تفاصیل بیام اگر این نیم رو که کل به قول معروف آلکان های ما، هیدروکربن های ما بود، منهای 2 تا 500 کنم، میشه سهم اتان. این مول اتان من. درصد مولی اتان رو توی مخلوط اولیه خواسته، میشه 4 مول اتان به مول کل که همون میشه نیم. 4/5 میشه 8 دیگه. درسته؟ و تمام 80%. تست بسیار قشنگ و مفهومی بود شهرام جان. بله. بریم سراغ تست بعد. گفته که بله. خب چند مورد از مطالب زیر درباره واکنش‌های زیر پس از موازنه معادله آنها درست است. محمد اینو بزرگ کن بچه‌ها ضریبا رو ببینن. بله. محمد تا جایی که من دارم میبینم موازنه اینا کار راحتیه، چون همش تعویض ظرفیته. درسته؟ آره. اسید شما 2 ظرفیتی ضریبشو بده به در واقع کوبالت 3 هیدروکسید. خب 2 میشه. مال اینم OH 3 تاست. بده به چی؟ اسیدت. خب 2 و 3 رو که داری فرآوردات هم به راحتی به موازنه میشن. واکنش دومم دوباره نیکل شما 2 ظرفیتیه، بده به اسید فسفوریک. فسفوریک هم 3 ظرفیتیه، بده به چی؟ نیکل. فرآوردات به راحتی موازنه میشن. آخری منیزیم 2 ظرفیتی و نیتریک اسید هم یه دونه پروتون داره، تک پروتون داره، بده به منیزیم کربنات. پس در واقع موازنهشون آسون بود. بریم سراغ بررسی موارد. آره خیلی تعویض ظرفیت شما که انجام بدی سریع واکنش اندازات مشخص میشه. فرآوردارم بچه‌ها دیگه فکر کنم به راحتی بتونن بدن. من فقط یه نکته رو اشاره کنم. بچه‌ها تعویض ظرفیت رو ما هم در شیمی دهم و هم شیمی 11 شیمی دهم فصل 2 و 3 و شیمی 11 فصل 1 اینا رو مفصل آوردیم، چون لفظ تعویض ظرفیت در کتابای رایج نیست. مدرن. آره تو کتابای درسی رایج نیست. حالا چون واقعا تعویض ظرفیت اسید رو تو ظرفیت واکنش اول اسید شما 2 ظرفیتی بچهای 12 میدونن 2 پروتون است. بله. شما میدی به کوبالت 3 هیدروکسید، اونجا هم شما 3 تا OH داری. یعنی باز شما 3 ظرفیتی انگار. میدی به چی؟ میدی به این یکی. حالا فرض این که باز باشه واقعا توی آب محلول باشه. اوکی.
مورد اول گفته مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله آ و بی برابرند. آقا جمع کردیم 12 و 12 برابر. در هیچ یک از این واکنش‌ها عدد اکسایش عنصرها تغییر نکرده است. خوشبختانه عنصر آزاد نداریم، پس اکسایش کاهش نیستن. نگاه هم می‌کنی می‌بینی که همون عنصرهای ظرفیتی و فلزایی که داری همشون چی ان؟ با همون عدد اکسایش حضور دارن، یعنی تغییری نداره. شرم یه چیزی که هست، وقتی ساختار یک کانیون چند اتمی متلاشی نشده به چند تا قسمت دیگه، عدد اکسایش تغییر نخواهد کرد. اینجا هیچ کدوم از آنیون‌ها تغییر در واقع این داست. این کربنات این اتفاق افتاده براش، ولی باز هم عدد اکسایش همونه. چون میدونی در مورد H233 منظورم این که متلاشی بشه، مثلا از داخل ساختار SO4 یه SO3 هم بیاد بیرون، یه SO2 هم بیاد بیرون. خب بعد گفته تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله C با معادله B برابر 6 است. خب 12 منهای 6 میشه 6. درسته. در معادله C مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها برابر است. آقا این ور 3 داری، یک به علاوه 2 این برم، یک به علاوه 1 به علاوه 1 داری، 3 با 3 برابر هست. یعنی همه موارد درست است و گزینه 4. شرم گفته به 200 میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید مقدار کافی فسفوریک اسید برای واکنش کامل اضافه شده است. اگر 53 گرم پتاسیم فسفات تشکیل شود، غلیظت باز شرکت کننده در واکنش چند مول بر لیتر است؟ خب محمد حجم بازو دارم پتاسیم هیدروکسید و مولش از من، مولاریتش از من خواسته. کسر MV یا کسر غلیظت مولی رو براش می‌نویسم. باید واکنش موازنه باشه. موازنه که کنم ضریب استوکیومتری کاوهاش میشه 3. بله. چون میلی لیترشو دارم پایین تقسیم بر 1000 کردم. بله. درسته؟ یا میتونم بنویسم 2 به صورت. اینور مقدار پتاسیم فسفات دارم 53 گرمه. خب؟ بله. 53 گرم کسر جرمو براش نوشتیم. فقط پتاسیم فسفات میدونی که 95. چون SO4 96 پس فسفات میشه چی؟ 95. آقا پتاسیمت هم 39 40 بگیر 40 ضرب در 3 میشه 120 تا کم کن. جمعش میشه 212. از اینجا 212 هم ارزم به حضور شما با 53 راحت ساده میشه. 50 4 برابرش میشه 200، 3 4 برابرش میشه 12. خب این نسبتش 1/4 میشه 53 به 212. خب مقدار نهایتا مولاریته شما 3.75 یعنی گزینه 2 میشه. بسیار عالی بود شرم جان. لذت بردم. خب به نظرم اینو از زاویه نزدیک ببینیم بهتره. آره اینجا چون نقطه یابی داریم میکنیم محمد. درسته. آره به نزدیک ببینیم. بله بفرمایید شرم جان. با توجه به نمودار انحلال پذیری دما انحلال پذیری دمای نشان داده شده. چند مورد از مطالب زیر نادرست است. خب این نمودار ما همواره سر کلاس‌ها توی کتابام خیلی تاکید کردیم برای بچه‌ها که آقا این نمودار واقعا مهمه. بعضی جاها میان میگن آقا بین این نمک‌های داده شده بیشترین ارز از مبدا مال چیه؟ بیشترین شیب مال چیه؟ شما باید بدونید بیشترین ارز از مبدا مال سدیم نیتراته و بیشترین شیب مال چیه؟ پتاسیم نیترات. یعنی جفتش هم نمک‌های چیه؟ نیتراتن. جفتش هم مال کاتیون فلزای قلیاییه. آره چه نکات خوبی. در نقطه آ محلول‌های دارای یون نیترات، نقطه آ رو هم بچه‌ها می‌بینن. بله اینجا نقطه آ هست که می‌بینم. دمای 30 درجه و انحلال پذیری 40 گرم. در نقطه آ محلول‌های دارای یون نیترات. یون نیترات همین دو تایی بود که عرض کردم، پتاسیم نیترات و سدیم نیترات محمد. بله. زیر منحنی باشه میشه چی محمد؟ سیر نشده حساب میشه شرم. آره پس سیر نشده نوشته سیر شده غلط. خب پس مورد اول غلط. تفاوت انحلال پذیری نمک‌های دارای یون کلورید. کدوم کلورید دارم محمد؟ کاسیل و یکی هم NaCl. در دمای 90 درجه. بله. با نقطه آبی، رنگ آبی مشخص کردیم. درسته محمد؟ بله. گفته برابر به تقریب برابر 15 گرم. حالا اول NaCl چقدر تقریبا محمد؟ 40. کاسیل 55. 55 آره. به تقریب. آره دیگه به تقریب. درست. بله. درست. در دمای 25 درجه مجموع انحلال پذیری نمک‌های دارای یون پتاسیم خب دمای چند گفته 25 چون 25 مشخص کردیم اینجا رو. شرم یکی کاینوسه رو دارم یکی کاسیل رو دارم. به هر حال این دو تایی که هست این حوالی ان. یعنی اولوش مثلا یکی 40 یکی خوشبینانه نگاه کن 35. آره. خب اینا رو با هم جمع کنی به گرد پای NaNO3 هم نمیرسه. نه دیگه دو تا 40 هم جمع کنی میشه چقدر؟ میشه 80. مال NaNO3 چقدره؟ 95. ببینید 95. آره. بالا. باز خیلی خوشبینانه هم در نظر گرفتیم، بالا گرفتیم، باز مال NaNO3 خیلی اون دمو بالاتره. بله. خب پس این غلطه.
بله. اگر انحلال پذیری یک نمک در دمای 20 درجه برابر 33 گرم باشد، آن نمک لیتیوم سولفات با معادل انحلال پذیری انقدر است. کلا غلط. آقا اصلا من کاری با اون دما و انحلال پذیری که داده ندارم. لیتیوم سولفات شیبش منفیه. درسته؟ بله. پس اون عددی که مثبتی که نوشته مثبت 15 صدم اون باید میشد منفی 15 صدم. تازه اون موقع میتونستم به خودم اجازه بدم قسمت اول این مورد رو بررسی کنم. یعنی ارز از مبدا رو بریم بررسی کنیم. آره درسته. دقیقاً. بسیار عالی شهرام جان. شهرام این مورد گفته که اگر 10 گرم مخلوطی از گرد منیزیم و نقره را در 200 میلی لیتر محلول 0.8 مولار اینجا نوشته بله. هیدروکلوریک اسید وارد کنیم تا واکنش کامل انجام شود و در پایان واکنش غلظت مولار محلول به 0.3 مول بر لیتر کاهش یابد. درصد جرمی نقره در این نمونه کدام است و چند مول فلز منیزیم در آن وجود دارد؟ خب به ما گفته که آقا واکنش نوشتاری ما چه جوری باشه؟ بله. برآورده واکنش گاز هیدروژن و کلورید فلز است. از تغییر حجم محلول هم چشم پوشی کنید. محمد ما میدونیم که فلز نقره نجیبه. با اسید وارد واکنش نمیشه، درسته؟ پس اون مقداری که به ما داده وارد واکنش که میشه، این کاهش غلظت مربوط به چیه؟ واکنش منیزیم با این اسیده. درسته؟ بله. پس آجی با HCl انجام واکنش صورت نمیگیره. شما چون مقدار رو بر حسب گرم داری، کسر جرم رو نوشتیم. درسته؟ بله بله. کسر جرم رو برای منیزیم نوشتیم. درسته. آقا شما اینجا یه ضرب در علامت سوال کردی محمد. اینو توضیح میدی برای بچه‌ها؟ چرا کسر رو که همونطور که اشاره کردی کسر جرم که در ردیف اول از این ور دومیه، کسر مولار هم در ردیف اول از اون ور دومیه. درسته؟ یعنی MV بر روی 1. بله. چرا اشاره کردی گفتی که آجی با HCl واکنش نمیده. خب آجیه که آجیه میتونه ناخالصی باشه. انگار ناخاله MG منه. هر چند مقدارش بیشتر باشه. من درصد MG کمتر میگیرم دیگه. حتی اگر طلا هم بود باز ما میگفتیم ناخاله. آره دیگه، چون اینجا هدف ما MG. دقیقاً. یعنی این وارد واکنش شدنه رو داریم بررسی میکنیم. چرا ما در واقع میگیم که MG فرض بفرمایید درصد خلوصی داره. آره مثلا ما بگو 50%، بگو 60%، بگو 10%. دقیقاً. پس مقدار ماده ضرب در درجه خلوصش باشه میشه چی؟ مقدار خالص اون ماده. آره. خب پس کسر جرم برای MG این برام ما یه حرکت تریک خیلی قشنگ زدیم محمد. اومدی آقا گفته غلظت از 0.8 به 0.3 رسیده. پس چقدر شما مصرف شده؟ نیم مولار. پس کسر مولار اومدی کسر تغییر مولار نوشتی. یعنی دلتا M ضرب در V بر روی 1. عالی بود. M2 شما، M1 شما 8 قدر مطلق مد نظر. 8 منهای 3 که میشه همون مقدار مصرف شده در اثر واکنش با چی؟ منیزیم. پس اون خودمون 8 یا خودمون 3 به درد من نمیخوره. مقدار اولیه و فاینال. اون چیزی که مصرف شده هدفه. حجم محلول منم 200 میلی لیتر، برای همین اومدیم تقسیم بر 1000 کردیم که بشه لیترش. ضریب استویکیومتری HCl توی واکنش با منیزیم هم 2 هستش. از اینجا درجه خلوص منیزیم به دست میاد. میشه چقدر؟ 12%. 12 صدم که درصدش میشه 12%. بله. پس 88% این تیکه آلیاژ من چیه؟ آجی است. چرا یه نکته‌ای که در واقع عالی اشاره کردی و لذت بردم، همه این کسرایی که اینجا بچه‌ها مشاهده میکنن وقتی برای واکنش به کار گرفته میشه تغییراتشونه. یعنی این از 8 نرسیده به 0، رسیده به 0.3. ما باید تغییراتشون رو به کار بگیریم. اگر کامل مصرف میشه همون 8 مصرف باز اونم تغییرات 8 منهای 0 دیگه. دقیقاً. و این خیلی ارزشمند بود و لذت بردم. واقعا حقیقتا لذت بردم. خب شرم در ادامه این اومده گفته که درصد جرمی که آجی داره 88%، یعنی مشخص شد. قسمت دوم چی گفته؟ گفته و چند مول فلز منیزیم در آن وجود داره. آقا جرمش به دست آوردم. مقدار کل ناخالص اون فلزه آلیاژ 10 گرم بوده، ضرب در درصد خلوصش بشه که 12 صدم 12 درجه بر روی جرم مولیش، چون تقسیم بر جرم مولیش بشه مولش به دست. بسیار خیلی قسمت دومش راحت و ساده بود. 55 صدم و میشه گزینه 3. گزینه 3. خب 5 صدم 5 صدم آره اسخای میکنم. خب گفته درباره بله بفرمایید همزه.
ببخشید درباره عنصرهای X32 یعنی ژرمانیوم شبه فلز رو میگه و Z22 یعنی تیتانیومی که در ساختار بدنه دوچرخه استفاده میشه. چند مورد از مطالب زیر درست است. عنصر Z یعنی تیتانیوم رسانه‌های گرما است. آقا فلز دیگه جزء ویژگی‌های عمومی فلز. قابلیت مفتول شدن دارد. اینم بله همینه ویژگی عمومی. پس این درست. هر دو عنصر در واکنش با اکسیژن دیوکسید تشکیل میدهند. چرا اکسیدهای گروه 14 و 4 هر دو در واقع با 4 الکترونشون درگیر واکنش با اکسیژنن. یعنی TiO2 احسنت. البته دیوکسید برای TiO2 ما میگیم تیتانیوم 4 اکسید، درسته؟ آره آخه میدونید به نوعی دیوکسید مثل TiO2 CO2 جفتش در یک ساختار فرمولی دو تا اکسیدو داره. البته TiO2 یه حد نصابی هم هست بین در واقع ماده مولکولی و ماده یونی. تو کاملا درست میگی. اتفاقا من حقو به تو میدم، ولی هر چی میخوام جلوی خودم بگیرم که میگم طراح درست فرض کرده باز آخه اشتباه داره طراح. میدونی دیوکسید من فرضو بر این بگیرم آقا TiO2 قسمت یونیش زورش بیشتره ترکیب یونی در نظر، چون تیتانیوم به ذره با نافلزا که وارد بکنه احتمال تشکیل ترکیب مولکولی داره. مثلا TiCl4 هم میتونیم مثل AlCl3. ولی صحبت سر اینه که بچه‌ها اینجور چیزا رو نمیدونن. بچه‌های در واقع کنکوری حداقل نظام جدید ما دیگه واقعا اکسیدهای گروه 4 و 14 یکسان است. گروه 14 هم اگر مثلا بشه CO2 SiO2 شعاع اتمی هر دو عنصر از شعاع اتمی عنصر مایع گروه 17 یعنی بروم بزرگتر است. محمد شرم به هر حال ما میدونیم که ژرمانیوم، تیتانیوم و بروم در نظر بگیریم همشون توی یه دوره چهارم از چپ به راست حرکت میکنه، شعاع کمتر میشه. باز اومده واسطه رو براش روند تناوبی مطرح کرد. اصلا نمیدونم چرا این کارو میکنن، ولی خب ان شاءالله که خیره. خب مورد بعدی اتم عنصر X مانند اتم عنصرهای دیگر همگروه خود یعنی عنصر ژرمانیوم در واکنش ها الکترون به اشتراک میگذارد. چرا اتم X یک در واقع شبه فلزه. خب اشتراک میذاره. آره مثل کربن، مثل سیلیسیوم. اما آیا همه گروه 14 اینجوری ان؟ پس قلع و صلب چی میشه؟ خب نمیشه، چون قلع و صلب هم خودش توی از صفحه 4-5 شیمی 11 هم آورده. بله. پس آقا چند مورد درست شد؟ 3 مورد و جواب گزینه 2. نری 2 رو بزنی، 3 رو بزنی. نری 248. حواست سر کنکور باید به اینا باشه. چرا یاد یه چیزی افتادم که قبل از وقت بهم گفتی. بریم آقا بریم. تایم ویدیو رو داریم بیشتر می‌کنیم، آپلود سخت میشه. 248. چند مورد از داده‌های جدول زیر درباره ترکیب‌های عالی داده شده نادرست است محمد؟ خب چرا من اینجور سوالا رو به قول شما ببینیم از کجا اتک بزنیم همینجوری دارم رصد میکنم. اتانول هیدروژنی بسیار زیاد انلال پذیری در آب منظورمه. هیدروکسید پیوند کوالنسی اید نمیخوره که گروه عاملی باید هیدروکسیل باشه. هیدروکسید OH منفی مثلا میگی NaOH. اون OH منفی که اونجا توی آب آزاد میکنه این باز اون میشه هیدروکسید. اگر گروه عاملی باشه که توی ساختار فرمول ساختاری ترکیب باشه اون موقع میشه هیدروکسیل. مثل اتانول که OH گروه عاملیشه. خب قطبیتش هم محمد قطبیه دیگه. آره قطبیه. در مورد استون یعنی انگار دارم یه جورایی چک میکنم، اسکن میکنم، هر جا به مشکل برخوردم اونجا وای میستم. استون واندروالسی در آب بسیار زیاده، قطبیه. کربونیل CO دوگانه داره. CO که توی دو دستش چی داره؟ متیل داره. دقیقاً. و ناقطبیه. استون نه دیگه، استون توی آب به هر نسبتی حل میشه. جمله کتاب درس. متیلامین هیدروژنیه. متیلامین یه دونه است. یه دونه آمین داره، 2 تا هیدروژن داره. پس هیدروژن متصل به فون داره. خب میتونه پیوند هیدروژنی تشکیل بده. انحلال در آب کمه. وقتی پیوند هیدروژنی بده زیاد میشه. و آمینه و قطبی هم هست. پس محمد دور 3 تاش خط کشید. گزینه 2 نری 3 رو بزنید. بعضی وقتا من گیر میدم به اینا محمد. دیدی؟ بعضی وقتا مثلا توجه نمیکنم. خب 249 گفته نام کدام آلکان با فرمول ارائه شده برای آنها مطابقت دارد؟ محمد نکته طلایی تو اینجا رو کن. چرا خودت در واقع استاد یا همیشه میگی؟ اصلا چیزی که میبینم توی گزینه‌ها میگه
2 اتیل رفت. چون آلکانه، توی آلکان لفظ 2 اتیل غلطه. چرا؟ چون 2 تا مورد را آوردم. من نگاه که میکنم میگم یه 2 دیگه هم پایین میبینم 2 و 3 دی اتیل. 2 و 3 دی اتیل دوباره برای اتیل 2. پس آقا آخری هم غلطه. اولی غلط، آخری غلط. پس کدومش درست میشه؟ ب و پ جوابه. یعنی گزینه 4. حالا بریم اسما رو بررسی کنیم محمد. از نزدیک بررسی کنیم. ببین شما این قسمت روی 3H3 از مورد آ بیار بالا محمد. 3H3 3H2. چرا میذارم اینو شما داشته باشید. من پشت صحنه یه کاری انجام بدم توضیح بدم. این 3H3 3H2 ببین یک زنجیره اصلی انتخاب بکنی، باید بلندترین زنجیرت باشه. 1 2 3 4 5 6. درسته؟ این زنجیره اصلی میشه. شماره گذاری از سمتی شروع میشه که شاخه‌های فرعی شما شماره کمتری بگیرن. یعنی چی؟ یعنی از این سمت چپ باید انجام بگیره. میشه چی؟ 1 2 3 4 5 6. درسته؟ پس شماره 4 و شماره 2 شما شاخه فرعی دارن. میشه چی؟ میشه 2 4 دی متیل. چون جفت استخلاف‌های شما یا شاخه‌های فرعی شما چیه؟ متیل هستش. زنجیره اصلی شما هم 6 تا کربن داره. 2 4 دی متیل. عرضم به حضور شما هگزان. دوباره چک کنیم. 1 2 3 4. بله شماره 2 متیل داره، شماره 4 هم متیل داره. 6 تا کربن، 2 4 دی متیل هگزان. دومی رو بررسی کنیم. ببینید شما یه 3H3 3H2 یه سی داری که بهش 2 تا متیل بسته. داریم یه 3H2 یه 3H3. پس زنجیر اصلی شما 1 کربن، 2 کربن، 3 کربن. این 2 تا حساب نمیشن چون جزء شاخه فرعی حساب میشن. 4 تا 5 تا 5 تا داری. شماره گذاری از دو طرف یکسانه چون استخلاف شما کربنی که داره استخلاف شاخه فرعی جفتش شماره 3 میشه. جفت شاخه‌های فرعی هم روی چیه؟ روی کربن وسطی شماره 3. پس 3 و 3 دی متیل جفت استخلاف‌های شاخه‌های فرعی متیله. چند تا کربن داره زنجیره اصلی؟ 5 تا. میشه پنتون. مورد بعدی دوباره ببین اینجا یک کربنی داری که بهش 3 تا متیل وصله. درسته؟ پس یکی از این متیل‌ها جزء زنجیره اصلی میشه. 1 2 3 4 و یکی از اینا باز زنجیره اصلی میشه 5 تا. درسته؟ باز شماره گذاری از سمت چپ انجام میدی. چرا؟ چون از سمت چپ انجام میدی کربن شماره 2 تا استخلاف داره محمد. درسته؟ درست. میشه 2 2 یه دونه هم کربن شماره 4 بهش متیل وصله اینجا. 2 2 4 میشه 3 تا متیل میشه تری متیل. زنجیره اصلی 5 کربن داره میشه پنتان. آخریه باز شما زنجیره اصلی تا میتونی اینجوری انتخاب کنی. از اینجا انتخاب کنی تا بیای اینجا. فرقی نمیکنه. این پایینم بیای دوباره شما یه شاخه چی داری؟ عرضم به حضور شما رو کربن شما. این کربنت یه اتیل داری. آره یه اتیل داری. پس آقا شماره گذاریش انجام بدیم میشه چی؟ از سمت چپ انجام بدیم یا از سمت راست محمد؟ 1 2 3 4 5 6 میشه 3 و 4. از این ور انجام بدیم 1 2 3 4 1 2 3 فرقی نمیکنه محمد. پس میشه 1 2 3 4 میشه 4 اتیل 3 متیل. درسته؟ بله. 1 2 3 4 5 6 تا هگزان. چند من رفتم واسه شما آب بیارم و یکی هم چون سر صدا زیاد بود یه تذکر بدم که بگم یه مقدار آرا رعایت کنم. خب مرسی از بابت این تست که تنهایی زحمتشو کشیدی. اگر بریم بعدی. بله خواهش. گزینه درست ما اولش انتخاب کرده بود. بله. بریم 250. چرا 250 با اجازهتون من اینو هم بخونم و هم اگر اجازه بدین ادامه بدم که شما یه نفسی بکشید. گفته که اگر 63 گرم CR2O7 آمونیوم یعنی NH4 CR2O7 مطابق واکنش اسمش محمد همون ترکیبی که توی به عنوان کوه آتش روشن استفاده آمونیوم دیکرومات مطابق واکنش زیر در ظرف سربسته به میزان 80% تجزیه شود، پس از انجام واکنش درصد جرمی تقریبی کروم در توده جامد بر جای مانده کدام است؟ این سوال از اون سوالاست که باید سر آزمون ازش بگذرید. اگر وقتت واقعا کمه اصلا درگیرش نشی. توده جامد بر جای مانده یعنی یه قسمتی از اون ترکیب اولی که وارد واکنش نشده، جرم فراورده. متوجهی؟ و کار سخته تو این قسمت. واقعا. اول واکنش رو باید موازنه کرد قبل از هر کاری.
وقتی که ما به قول شهرام چیزی که متوجه میشیم، آقا کروم در کجاها داریم؟ کروم یکی CR2O3 هست که تولید شده، کجاست؟ اینه، ایشون. یه مقدار کروم در NH42 CR2O7 هست که گفته 80%ش تجزیه شده، یعنی 20%ش مونده. بله. من باید اون کروم و داخل اون 20% آمونیوم دیکروماتی که وارد واکنش نشده هم پیدا کنم. و یکی هم برای اینکه درصد جرمی کروم رو پیدا کنی به جرم ناخالصی ها هم نیاز داری. بر جای مانده خواسته، درصد جرمی خواسته، این کار رو سخت‌تر میکنه. خب پس آقا هدف اول چیه؟ هدف اول پیدا کردن جرم کروم 3 اکسید. خب بله. از اینجا جرم کروم 3 اکسید شما میشه چقدر؟ 3.14 گرم. چرا کسر جرم برای آمونیوم دیکرومات نوشتیم؟ مقدارش به حسب گرم ضرب در درجه پیشرفت واکنش و درجه تجزیهش. حالا جرم مولیش دوباره 252 2 ضرب در 18 به علاوه 2 ضرب در ارزم به حضور شما چقدر کروم 54 درست محمد؟ بله. به علاوه 7 ضرب در 16 که شده 252. بله. از اینجا CR2O3 هم دوباره جرم مولیش میشه 152. نهایتا جرم کروم 3 اکسید شده 3.4. چرا در ادامه کاری که ما انجام دادیم اومدیم گفتیم که این 63 گرمه دیگه، درست؟ بله. 2/10 این که ناخالصی هاشه چقدره؟ میشه 12. در واقع 2/10 که درس تجزیه نشده. تجزیه نشده. آره عذرخواهی میکنم، ناخالصی نه، تجزیه نشده. و این میشه 12/6، درست؟ بله. حالا یه چیز دیگه ما میگیم که در واقع توی 63 گرم NH42 CR2O7 چند گرم کروم هست؟ چون هر چی که کروم هست از ایشون نشد کرد. آره من باید این مقدار رو به دست بیارم. کل کرومی که از این 63 گرم آمونیوم دیکرومات میتونم به دست بیارم 26 گرمه. چون درصد جرمی کروم خواسته. بله. هر چی کروم که دیگه بخار نمیشه، درسته؟ هر چی کروم دارم زیر سر اینه. پس کروم جرم کروم بر روی جرم کل بر جای مونده. آقا 26 گرم کروم تقسیم بر CR2O3 که بر جای مونده 3.4 اون 20% که وارد واکنش نشده 12.6 ضرب در 100. شهرام یه چیزی رو گفتی که کروم که دیگه فرار نمیکنه. حتما هستن کسایی که فرار میکنن H2O و CO. آره ما ولی کرومش رو می‌خوایم. آره درصد جرمی کروم از چون بر جای مانده گفته، یعنی اونا دیگه جزء جرم کل نیستن. اگر کل فراورده ها میگفت یا کل جام ظرف در بسته بود اینجوری میگفت ما اون موقع مجبور بودیم H2O اندور هم حساب کنیم. اون موقع هم آره یه سوال یه جور دیگه میشد مثلا. اصلا تغییرات معنی نداشت. آره چرا یه چیزی که میخوام با این دوربین بگم، ما در کتاب‌های شیمی مولر همیشه یه چیزی رو که داریم شهرام هم اشاره کرد، گفت درصد تجزیه، درصد پیشرفت، درصد خلوص، بازده درصدی، هر چی که داشته باشیم برای واکنش چون از میزان پیشروی واکنش در واقع کاسته میشه به عنوان درجه در کسری که سمت مواد اولیه هست و یا به عبارت بهتر سمتی که هدف نیست ضرب میشه. درسته؟ خواهی میکنم. بله بریم ادامه بدیم. بله بریم با این دوربین که در واقع خواستم شهرام با این موضوع بگم که اینجا درصد تجزیه هم باشه به صورت درجه ضربش میکنیم و همین بدم به بقیه موارد. پس جواب گزینه 2 شد 60.4. بسیار عالی شهرام. بریم سراغ 251 که من بخونم با اجازهتون. با توجه به نمودار داده شده چند مورد در مطالب زیر درست است که زاویه نزدیک میخواد. بله. گفته که نمودار اینه شهرام. حالا یه چیز چند مرحله‌ای به نظر میرسه. ببین بچه‌ها معمولا اینجور سوالا رو میبینن فکر می‌کنم واقعا درگیری زیادی نیاز داره. در حالی که این سوال اصلا از اون تیپ نیست. یعنی شما با یه ذره نگاه و درک دقیق نمودار میتونیم متوجه موضوع بشیم. چرا مثلا من میگم تو شیمی صورت حجم سوال دلیلی بر این نیست که سوال سخته. نه و کوتاه بودنش هم دلیلی بر این نیست که سوال آسونه. اگر کلام سوالو متوجه بشی، خب خیلی از دوستان بچه‌ها من دیدم سوالو میخونن هیچ چیزی ازش نمیفهمن. بله. و خب این نیاز به تمرین و ممارست زیاد داره. شما تمرکز بالایی باید داشته باشی و بعداً اون هدف سوالو بگیری. گفته چند مورد از مطالب زیر درست است. گفته واکنش اکسایش عنصر آب. اولی توضیح در مورد واکنش کلی بدم محمد. بله. آی جامد به علاوه اکسید دی شده، خب گرماده واکنش. خب دی جامد تولید کرده، یعنی قبلا میگفتیم واکنش جانشینی یگانه محمد. خب و اکسید آ رو تولید کرده. خب
گفتم واکنش اکسایش عنصر آ آسان‌تر از واکنش اکسایش عنصر دی انجام میشه. خیلی قشنگ گفته محمد، درسته؟ آره. اکسایش دی مورد کدوم؟ اولی. دی رو برای اینکه به اکسیدش تبدیل کنی باید 971 کیلوجول گرما بهش بدی. آره. انرژی گیره. آره. در حالی که آ برای اینکه اکسایش پیدا کنه از خداشه. خب یعنی گرما هم تازه به محیط میده. آره. پس اکسایش عنصر آ بدیهیه که آسان تره، چون گرماده. اکسایش عنصر دی گرماگیره. خب مورد دوم بخونم. مقدار آ بله. برابر با آنتالپی واکنش کلی. همینجا محمد. آنتالپی واکنش گرماده. آره. علامتش باید منفی باشه. مقدار آ منفی نداره که 971. آنتالپی ذوب دی برابر ما مشخص کردیم این غلطه. اینو برای بررسی بیشتر می‌خونیم. آنتالپی ذوب دی رو پیدا کنیم محمد. دی جامد تبدیل شده به چی؟ دو دی جامد با دو دی مایع. اختلافشون اینقدره. یعنی ما باید اینجا رو داشته باشیم. چون 971 منهای 852 منهای 91 کنم اینجا به دست میاد. اینجا که هر چی به دست میاد باید چیکار کنم محمد؟ تقسیم بر 2 باید 28 باید به دست بیاد که تقسیم بر 2 کنیم میشه چقدر؟ میشه 14. آره. درسته، چون ذوبم گفته ذوب گرماگیره، مثبت 14. درست. پس غلط این مورد به خاطر قسمت اولش. میتوان با صرف بله بفرمایید. چون من میگم گفتم شاید زیاد انرژی به کار گرفتی واسه این موضوع. خب بله بفرمایید. میتوان با صرف 458.5 کیلوجول انرژی 1 مول آ را از اکسید آن در واکنش با دی تهیه کرد. شرم 1 مول آ تهیه بشه اینه. در واکنش آن اکسید با در واقع دی این منظورشه. اینو باید تقسیم بر 2 کنیم. چون 2 موله دیگه. آره. پس 971 تقسیم بر 2 بشه میشه چقدر؟ 970 تقسیم بر 2 میشه 485. آره. یکیش هم میشه نیم. پس 50 نه. شرم دیدی تو کنکورا معمولا به جای 85 و نیم 58 و نیم زیاد توجه خیلی 57 و نیم 75 و نیم. این کارو واقعا میکنم و خب شما دقت نکنی فکر میکنی که اون 485. خیلی موضوع مهمیه. خب مورد بعدی لطفا. با بررسی نمودار میتوان دریافت که واکنش پذیری عنصر آ از عنصر دی بیشتر است. حقیقت هم همینه. اشاره کردی گفتی از بالا که این داره واکنش میده انقدر گرما آزاد میکنه، در حالی خیلی ناپایداره. در حالی که دی پایداره. میخوای تازه به ترکیبش تبدیل کنی ناپایدارتر شده. دقیقاً. چند مورد شده محمد؟ باز از نزدیک ببینم 2 موردش درست و جواب گزینه دومیش. بله. خب بریم سراغ تست بعدی. تست 252. این همون موقع محمد داستان داشتیم سر همین تستو. خب برم ببینم. جدول زیر به آزمایش انحلال قرص جوشان در آب و در دماهای داده شده مربوط است. چند مورد از مطالب زیر درست است؟ چرا این در واقع الهام گرفته از آزمایش کتاب درسیه. بریم ببینیم داستان چیه. سرعت واکنش در آزمایش 3 از آزمایش 1 بیشتر است. جفتش هم یه قرص، مقدار ماده شما یه قرص محمد. آره. آزمایش 3 دماش بیشتره. با افزایش دما واکنش پذیری افزایش پیدا میکنه. دقیقاً. تاثیر دما رو داره نشون میده. مورد بعد. سرعت واکنش در آزمایش 2 نصف سرعت واکنش در آزمایش 1 است. چرا این در واقع درست مقدارش نصف شده ولی در عوض پودر شده. یعنی چی؟ یعنی از نظر غلظت درسته که 1/2 شده ولی از نظر در واقع حالت فیزیکی سطح تماس در واقع امتیاز مثبتی داره. پس نمیتونم خطکش بذارم دقیقاً بگم نصف. تازه چرا غلظت هم باشه، چون غلظت در واقع تاثیرش با درجه 1 که نیست، قانون سرعتی هست که این شکلی جواب درست نمیاد. یعنی لزوماً با درجه 1 نیست. یعنی قانون سرعتی قبلا بود، ما مرتبه رو داشتیم میسنجیدیم. بله. آزمایش 4 در قیاس با آزمایش 3 آزمایش دیگر، پس آزمایش 4 در قیاس با 3 آزمایش دیگر بیشترین سرعت واکنش رو دارد. چرا عرض کردم این در واقع درست از نظر سطح تماس در واقع امتیاز مثبت نصف قرص پودرشه. دماش هم 25 ولی نصفه. من یه چیزی به بچه‌ها بگم، پودر بودن باعث افزایش سطح تماس و افزایش سرعت واکنش میشه. دمای بالاتر هم باعث افزایش سرعت واکنش میشه. درسته آزمایش 4 دماش بالاتره ولی خب نصف قرص پودر شده است، در حالی که تو آزمایش شما یه قرص کامل داره، یعنی مقدار واکنش دهنده شما بیشتره. پس شما نمیتونی، یعنی جوری که از ما انتظار دارن طراحا اینجوری توضیح بدیم، شما نمیتونی دقیقاً اینو بسنجی. چرا من به بچه‌ها معمولا در این مورد میگم که
شما این عوامل رو به عوامل مؤثر بر سرعت ارتباط بدید. مثلا مقدار قرص همون غلیظت، پودر همون سطح تماس، دما هم که تماس. از اینجا احتمالاً میتونیم بگیم در آزمایش 3 بیشتر است، ولی خب تو آزمایش 4 سطح تماس خیلی بیشتره، تو آزمایش 3 سطح تماسش با آب خیلی کمتره. می‌بینی این چالشی که من باهاش مواجهم. با کامل شدن واکنش‌ها حجم گاز جمع‌آوری شده در آزمایش 2 خب نسبت به 3 آزمایش دیگر کمتر است. خب واکنش وقتی کامل میشه هیچ ارتباطی به این نداره که سنتیک کدوم بهتره کدوم بد، به اون مقدار بستگی داره. آزمایش 2 هم مثل آزمایش 4 نصف دیگه، نهایتا همشون چی میشن؟ حل میشن دیگه و گاز H2O که آزاد میشه یکسانه. بله. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب شهرام این ببینم اصلا به حرف من گوش میده؟ آره میده. خاطر به واکنش‌های گرماشیمیایی زیر دلتا چه واکنش ای برابر چند کیلوژول است؟ ببین واکنش نمیخونم، ولی همینجوری میرم اول ببینم دنبال چیه. و با آزاد شدن اینقدر کیلوژول انرژی گرمایی در این واکنش چند گرم گلوکوز به اتانول تبدیل میشود شهرام؟ خب واکنش هدف تارگتمون مشخصه. توی اینجا ما گلوکوز رو داریم که سمت واکنش دهنده با ضریب 1، پس واکنش اول که گلوکوز رو داره سمت واکنش دهنده هست ضریبش 1، هیچ تغییری نمیکنه. درسته؟ بله. همین واکنش هدف چی داره؟ اتانول داره. اتانول توی واکنش 2 میبینم. بله. 2 تا اتانول توی سمت فراورده دارم. بله. در حالی که اتانول واکنش اول ضریبش 1 سمت هدفه. پس واکنش دوم باید ضرب در 2 بشه. میمونه چی محمد؟ شنم در مورد CO2 هم میتونیم ببینیم، چون واکنش هدف رو داشتیم اینجوری رصد میکردیم با شرابی شکلی، الان به CO2 رسیدیم. من CO2 رو نگاه میکنم میبینم جای دیگه CO2 هست، میگم آره. خوشبختانه فقط توی واکنش 3 داره. آره فقط واکنش 3. پس واکنش 3 توی واکنش دهنده باید برعکسش کنم، یه منفی میگیره. ضریبش توی هدف 2، پس اونم باید -2 بشه. یعنی هم منفی میگیره هم ضرب در 2 میشه که میشه -2. با این اوصاف دلتا هاش شما میشه چی؟ همون 1260 به علاوه نصف منهای 278 به علاوه 2 برابر 294 منفی. چرا؟ البته 278 هم 2 برابرش، یعنی جفتش 2 برابره. 2 برابر 278 میشه منهای 556، اونم میشه منهای 788. بچه‌ها میتونن اصلا این ضرب هم انجام ندن. نه اما اینجا برای این قرمز برای بچه‌ها مشخص کردیم که آقا شما جمع اینو چجوری انجام بدید. ببینید شهرام میخواد اشاره کرد که گفت که این که انجام ندن چیکار کنم؟ میگیم داداش رقم یکاناشونو یا آبچی بردار 0 6 و -8. -8 و -6 مگه شهرام -14 نمیشه؟ خب -4 یا عدد یکان جواب شما یا -4 یا -6. یا -6 نداری، -4 پس یا 1 یا 2. گفته با آزاد شدن 210 کیلوجول انرژی گرمایی. خب آقا وقتی به ازای 1 مول گلوکوز که میشه 180 گرم جرم مولی گلوکوز دیگه 180 گرم 84 کیلوجول گرما آزاد شده، به ازای 210 کیلوجول انرژی چه مقدار گلوکوز میتونم داشته باشم؟ یا به عبارت بهتر شما میتونی یک کسر جرمی بنویسی که اینجا هست، یه کسر کیو که این کسر کیو شهرام چون کم دیده میشه پیش بیاد، به بچه‌ها لطفاً بگین کجاست. ببین توی ردیف سوم از سمت چپ سومی کسر کیو بر روی دلتا اچ شما که 84 بود، کیو هم که به شما دادن 210 کسر جرم جفتش هم بعد، چون محمد خیلی جالبه کیو بر حسب کیلوجول باشه دلتا اچ هم میشه کیلوجول بر مول دیگه. کیلوجول با کیلوجول ساده میشه، مول و بقیه کسرهای مول که هم ارز مول هم برابر میشه. در واقع این فلسفه برابر مول همچنان محمد واقعا توی این کسرها یکی از پیشتازان این عصر است و عرصه هستش و به نظر من خیلی هوشمندانه این موضوع رو مطرح کرده. محبت داری 450 و 84 میشه چند گزینه؟ 1.